السلام علیکم دوستان عزیز. اصول کار. دو نفر در جنگل درخت می شکنند. یکی پس از شکستن درخت به سوی درخت دیگر با شتاب می رفت و به شکستن آن شروع می کرد. روزی دراز نه خوراک نصف روزی می خورد و نه برای استراحت وقت جدا میکرد. حتی درخت شکنی را پس از نفر دیگر خاتمه میداد. نفر دیگر باشد در وقت شکستن درخت بعضا استراحت میکرد و با نیروی نو به شکستن درخت دیگر شروع میکرد. پس از یک هفته درختان شکسته را حساب کردند. نفر دوم درخت زیادتر شکسته است. نفر اول با غضب سؤال کرد: چه خیل می شود؟ من بسیارتر کار می کردم. از تو زیادتر کار می کردم. حتی پس از تو به خانه می رفتم. چگونه تو از من زیادتر درخت شکسته ای؟ سر این کار در چیست؟ نفر دوم چنین جواب می دهد: در میان یگان سر نیست. تو به تنفس کار می کردی و من بعضا استراحت کرده و تبرم را تیز می کردم. با تبر تیز و صرف نیروی کم درختی زیاد می شکستم. تیز کردن تبر معنای تقویت دادن خویش است. برای خود وقت جدا نموده بر حیات خود نظر باید بکنیم. طرفهای منفی خود را کشف نموده برای رشد آن کمر ببندیم. چون این روش هم به روح و هم به خصلتمان قوه و الهام تازه می بخشد. مردم هم به تو نظر می کند و خودت هم به خودت نظر می کنی. البته میان دیدنی ها فرق کلان هست. برای موفق شدن در کار و نقشه های خود باید تبرمان را تیز بکنیم. یک جهان تشکر که وقتی قیمت خیش را دریغ نداشته ما را گوش کردید. دوستان عزیز، اگر این نوار برای شما پسند آمده باشد پس تومچه دوست داشتن را پخش نمایید و در شبکه ما آبونه شوید. باز رسیدیم به پایان نوار امروزه. تا نوارهای آینده سربلند و سعادتمند باشید. خداوند در این ماه پربرکت برای همه ما قوت بدهد و ما را رستگار گرداند.